عجب این شب به ساعت عجب این شب به ساعت کنار هم اما تنها شونه به شونه پشت درایی که انگار باز شدنی نیستن. نزدیک شدن و نرسیدن. حامد بزن حامد! حسن رمضانی دروازه خالی رو نمیزنه! خدایا دروازه خالی رو حسن رمضانی نمیتونه باز بکنه! مصممم و نگران مقابل کمین ناامیدی. پرچمایی که آرزوها رو به باد میسپارن. جام بده توپش میاد به محوطه جریمه، یه ضربه سر، فرصت، گل دوم. نه پرچم کمک اول بالاست. چی آفساید گرفت؟ زور پرچما به پرچما نمیرسه. متاسفانه داماش و هواداراش اصلا تو شرایط خوبی به سر نمیبرن. حال هوای فوتبال شهر باران اصلا خوب نیست. تنها نماینده فوتبال رشت تو لیگ 1 به لطف مالکین قبلی و مسئولین فوتبال این شهر رو به نابودیه. اشکی که صورت‌ها رو ترک نمی‌کنه. جنب و جوشی که قطع نمیشه. حتی وقتی سهمی از سکوها نداری. داماش فقط یک تیم نیست بلکه هویت مردم رشت و گیلانه. چی پوشیدی؟ داماش پوشیدی؟ کفشم داری؟ میخوای بریم مسابقه داماش؟ این اسم قربانی حادثه هاست. شیدای درد وابسته به زندگی تو جوار خاکستر. آها فرصت برای حامد! دیویب میزنن! دروازه خالی! بچینه دروازه واسم! خدایا با ما یار نیستی شد! با رویایی که وسط هیچ شعاری گم نمیشه. رویای بازگشت دوباره و تبدیل شدن به ققنوس لاجوردی. من بازیکن میرم، مربی میره، ولی هوادارا، جوانای این شهر میمونن. انتظار دارم، خواهش دارم واسه دل جوانای این شهرم که شده همه دست به دست هم بدیم، چه گیلانیان و چه غیر گیلانیان. این تیم فردا یه یادگاری از شما به بچه‌های خودتون. سر من بازیکن اگه 10 بارم بشکنه بازم خلاصه درستش میکنم، ولی دل هزار هوادار و جوان این شهر که عاشق این تیمن اگه بشکنه چه جوری و به چه قیمتی درست میشه. ضربه سر از شرمین بزرگ! بازم به تیر! یا خدا! بازم به تیر! ما نمیخوایم گل بزنیم!
و تمام و تمام و تمام و تمام و افسوس و تمام و افسوس. قطره ها و دریا با هم بودن، حتی تو بهت، حتی تو تنهایی، فریاد زیر آب، این بار اما شنیدنی.